خب بریم سراغ توضیحات کامل و جزء به جزء زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی. تو بحث زمان گذشته ساده تو زبان انگلیسی افعال به دو دسته تقسیم میشن: با قاعده و بی قاعده. افعال با قاعده به این صورت توضیح داده میشن: از اصول قاعده خاصی واسه تبدیل شدن به زمان گذشته پیروی میکنن. حالا میایم چیکار میکنیم؟ اون اصول چیه؟ اون قاعده چیه؟ اینه که ما به انتهای فعل یه دونه ایدی اضافه میکنیم و اونو به گذشته تبدیل میکنیم. افعال بی قاعده هم که کاملا بی قاعدن و از اصول و قاعده خاصی هم پیروی نمیکنن و باید ثابت هست شکل گذشته و حالت گذشتهشون، باید اونا رو حفظ کنیم. خب بریم سراغ چند تا مثال از افعال با قاعده. خب گفتم که افعال با قاعده باید در انتهاشون یه ایدی اضافه کنیم که تبدیل به گذشته بشن. یعنی ما فعل ساده رو در نظر بگیریم، مثلا open فعل ساده است یعنی باز کردن. اگه یه ایدی بهش بدیم به گذشته تبدیلش کردیم. open باز کردن. مثلا میایم میگیم I opened، یه ایدی دادیم بهش. I opened the door، من در رو باز کردم. start، حالا من اینجا یه ای اضاف آوردم تو رایتینگ، تو نوشتار start این ای اضاف اومده. start شروع کردن، آغاز کردن. you started، ببینید یه دونه ایدی به فعل سادمون، به شکل سادی فعلمون اضافه کردم و شد started. you started the game. you started the game یعنی تو بازی رو شروع کردی یا شما بازی رو شروع کردین. work یعنی کار کردن. work کار کردن بازم جزء افعال با قاعده هستش و اگر یه ایدی به انتهای اون اضافه کنیم به شکل گذشته تبدیل میشه. they worked، اینجا یه ایدی بهش دادیم. they worked a lot today. اونا امروز خیلی کار کردن. اونا امروز خیلی کار کردن. call تماس گرفتن با یا زنگ زدن به. یه دونه ایدی اضافه میکنیم چون جزء افعال با قاعده است. We called my mother 3 hours ago. ما 3 ساعت پیش با مامانم من 3 ساعت پیش ما اینجا باید یه آی بدم. من 3 ساعت پیش با مامانم تماس گرفتم. finish فعل finish پایان دادن، تموم کردن. he finished او تموم کرد، پایان داد. the work کار رو پایان داد کار، این تموم کرد کار رو. at 2 p.m. ساعت 2 بعد از ظهر. بی قاعده اگه بخوایم چند تا فعل بی قاعده رو مثال بزنیم به این شکل هستش. forget، خب یه توضیح جزئی باز من بدم در مورد افعال بی قاعده که به این شکل هستن که هیچ اصول و قاعده خاصی ندارن و شکل گذشتهشون، حالت گذشتهشون باید حفظ بشه. مثلا forget شکل گذشتهش میشه forgot و هیچ قاعده خاصی نداره، باید این حفظ شه. forget فراموش کردن. I forgot your last name یعنی من نام خانوادگی تو فراموش کردم. bend یعنی خم کردن. گذشتهش میشه، حالت گذشتهش، شکل گذشتهش میشه bent، قاعده خاصی نداره و باید حفظ شه. He bent and kissed her. ببین اگه توجه کنید خود فعل kiss یعنی بوسیدن و بوس کردن هم فعل محسوب میشه و جز افعال با قاعده است چون ایدی گرفته. He bent and kissed her یعنی چی؟ یعنی اونو خم کرد و او که پسریه اون دختره رو خم کرد و بوسید. bring یعنی آوردن بهتره بگم. bring یعنی آوردن که گذشتهش میشه brought گذشتهش میشه brought. I brought my friends to the party. من دوستامو به پارتی آوردم. گذشته شد دیگه. ببینید این brought میشه گذشته bring، باید حفظ بشه.
eat خوردن. we ate توجه کنید گذشته eat میشه ate. دقیقا تلفظش شبیه عدد 8 زبان انگلیسی 8. We ate oily foods there yesterday. ما اونجا غذاهای چرب خوردیم دیروز. اوکی؟ خب بریم سراغ فعل بعدی که خیلی مهم هستش و کاربردی. go گذشتهش میشه went. go یعنی رفتن، گذشتهش به این شکله went و باید حفظ بشه چون بیقاعده است. They went to the park last week. اونا رفتن پارک هفته گذشته. اونا به پارک رفتن هفته گذشته. B توجه کنید فعل بی استثناء هستش. حالا من میگم چرا استثناء هستش. حالا فعلا بگم که گذشتهش به چه شکله. گذشتهش دو حالت داره. برای مفردها، برای فاعلهای مفرد من، او، آن. برای فاعلهای مفرد was هستش یعنی بود. برای فاعلهای جمع یعنی شما، ما، آنها به صورت بودیم، بودید و بودند یا were میاد. الان توجه کنید I was in your team last year. من تو تیمتون بودم سال گذشته. بودم ببین I was مفردی هست ما was آوردیم به عنوان گذشته فعل be. You were in hospital. شما تو بیمارستان بودید. شما تو بیمارستان بودید. حالا بهتری دور بگم. خب بریم سراغ منفی کردن جمله تو زمان گذشته. تا الان ما جملات مثبت رو گذشته کردیم. برای این کار یعنی منفی کردن جمله تو زمان گذشته بایستی چی؟ قبل از فعل سادهمون دیدنت بیاریم. چه بیقاعده چه باقاعده هیچ فرقی نمیکنه. ما فقط یه دیدنت میاریم و بعد از دیدنت فعل رو به صورت ساده میاریم. مثلا I didn't do my homework. من انجام ندادم. ببینید I didn't do. این didn't منفی کرد فعل رو. هم گذشته و هم منفی. I didn't do my homework. من تکالیفم رو انجام ندادم. You didn't do anything for me last week. شما هیچ کاری برای من انجام ندادید هفته گذشته. ببینید didn't do. They didn't come. الان توجه کنید این come didn't چون قبلش اومده گذشته و منفی شده. اوکی؟ گذشته منفی. They didn't come here. اونا نیومدن اینجا. نیومدن گذشته دیگه. They didn't come here at work. سر کار. اونا اینجا نیومدن. اونا اینجا سر کار نیومدن دیروز. We didn't eat fast food in a restaurant. میگه ما تو رستوران فست فود نخوردیم. منفی دیگه. didn't eat قبل از فعل ساده didn't میاریم میشه گذشته منفی. They didn't go to the gym. اونا نرفتند به باشگاه. اونا باشگاه نرفتن. حالا دیروز هر روزی فقط گذشته است دیگه. استثناء رو بهتون بگم. ببینید اینو خواستم بگم. فعل be گذشتهش میشه was و were. حالا اگه بخوایم اینا رو منفی کنیم چی میشن؟ wasn't weren't. She wasn't there last night. میگه او شب گذشته یا دیشب اونجا نبود. ببینید نبود. بود میشه was. نبود میشه wasn't. بعدی we weren't. were شد weren't. چرا؟ چون منفی شد دیگه. were منفیش میشه weren't. We weren't in your garden. یعنی ما تو گاردنتون، تو باغچه‌تون یا تو باغتون نبودیم. خب حالا بریم سراغ سوالی کردن افعال تو زمان گذشته. برای ایجاد سوال تو زمان گذشته کافیه که ابتدای پرسش از دید یا دیدنت استفاده کنیم. از دید برای حالت سوالی مثبت و از دیدنت برای حالت سوالی منفی استفاده میکنیم. به چه شکل؟ به این شکل. چند تا مثال آوردم. میخوایم بگیم رفتی باشگاه. خب گذشته است دیگه و چون مثبته رفتی. نگفتیم نرفتی، گفتیم رفتی. مثبته و گذشته است پس دید میاریم. Did you go to the gym? رفتی باشگاه. Did you go to the gym? رفتی باشگاه.
Did you eat fast food yesterday? توجه کنید. Did you eat fast food yesterday? آیا فست فود خوردی دیروز؟ آیا فست فود خوردی دیروز؟ Did they go out with their friends? Did they go out with their friends? آیا اونا رفتن بیرون با دوستاشون؟ گذشته است دیگه. آیا اونا رفتن بیرون با دوستاشون؟ Did you say anything؟ یه نفر داره صحبت میکنه، یه صحبتی کرده، بعد شما نمیدونید چی گفته، بعد بهش میگه Did you say anything؟ چیزی گفتی؟ چیزی گفتی؟ چیزی گفتی؟ Did you do your homework? Did you do your homework? تکالیفتو انجام دادی؟ تکالیفتو انجام دادی؟ تکالیفتو انجام دادی؟ مثبت و گذشته. حالا بریم سراغ منفی. به جای did didn't میاریم، همین منفی میشه، سوالی میشه و منفی. ابتدای جمله didn't میاریم. Didn't he go to hospital? Didn't he go to hospital? میگیم آیا او نرفت بیمارستان؟ میگیم نرفت بیمارستون. او دیگه he نرفت بیمارستون. بعدی Didn't you do your homework؟ تکالیفت انجام ندادی؟ تکالیفت انجام ندادی؟ Didn't you do your homework؟ Didn't you do your homework؟ تکالیفت انجام ندادی؟ Didn't you go to your grandpa؟ Didn't you go to your grandpa؟ نرفتی پیش پدر بزرگت؟ نرفتی پیش بابا بزرگت؟ Didn't you drink wine؟ شراب نخوردی، شراب ننوشیدی، شراب ننوشیدی. خودمون رو تو فارسی خوردن و واسه هر دو تا استفاده میکنیم، چه مایات چه غیر مایات. Didn't you drink wine؟ شراب نخوردی، شراب ننوشیدی. Didn't they eat dinner؟ اونا شام نخوردن، اونا شام نخوردن، اونا شام نخوردن. حالا بریم سراغ بحث سوالی با WH question تو حالت تو زمان گذشته ساده تو زبان انگلیسی. ببینید برای ایجاد اینجا من دقیقاً همین چیزی که نوشتم رو میخونم. برای ایجاد سوال در زمان گذشته با WH question ها بایستی WH question رو ابتدای سوال بیاوریم و طبق مثبت یا منفی بودن سوال به ترتیب از did و didn't بعد از آن استفاده کنیم. ساختار کلی گذشته با WH question رو من اینجا نوشتم. ببینید WH question میاد همیشه اول جمله، بعدش did یا didn't میاد. حالا اگه مثبت بود did، اگه منفی بود didn't. بعدش subject یا فاعل میاد، بعدش object یا همون مفعول. پس WH question بعد did یا didn't بعد فاعل بعد مفعول. توجه کنید مثال آوردم اینجا با WH question های متفاوت با what, why, who, where, when. What did you say؟ مثلا چی گفتی؟ چی گفتی؟ یه نفر یه صحبتی کرده شما متوجهش نشدین، اوکی؟ میتونی بهش بگی چی گفتی؟ What did you say؟ یا What did you say؟ به این دو حالت. What did you do؟ چیکار کردی؟ What did you do؟ چیکار کردی؟ What did they eat؟ What did they eat؟ اونا چی خوردن؟ اونا چی خب ببینید گذشته است دیگه. قشنگ اگه توجه کنید طبق ساختار اول WH question اومده، بعد did اومده اینجا، حالا چون مثبته، حالا اگه منفی بود didn't میومد، بعد subject یا فاعلمون اومده، بعد حالا مفعول مثلا میتونه بیاد verb. اینجا باید من verb می نوشتم مفعول به اشتباه، عذرخواهی میکنم. ببینید WH question بعد did یا didn't بعد subject بعد verb یا همون فعل، من به اشتباه گفتم مفعول. توجه کنید WH question اینجا بعد did یا didn't بعد subject که فاعله بعد فعل بعد مفعول میاد. What did you say؟ چی گفتی؟ What did you do؟ چیکار کردی؟ What did they eat؟ What did they eat؟ اونا چی خوردن؟ What did he write؟ چی نوشت؟ چی نوشت؟ اونو میگه دیگه he. What did he write؟ چی نوشت؟ What did I say؟ What did I say؟ چی گفتم؟ ببینید مثلا من یه حرفی زدم خودم یادم رفت، فراموش کردم. I forgot، فراموش کردم که مثلا چی گفتم، اوکی؟ بعد به طرف میگم چی گفتم؟ What did I say؟ What did I say؟ What did you drink؟ What did you drink؟ What did you drink؟ چی نوشیدی؟ چی خوردی؟ چی نوشیدی؟
What color حالا با WH question میتونیم حالا یا رنگ یا تایپ یا نوع جنس ها رو هم بیاریم. مثلا بگیم به جای what خالی میتونیم what color چه رنگ. What kind چه نوع. What color did you use for painting میگه چه رنگی استفاده کردید شما واسه نقاشی کشیدن، واسه نقاشی کردن. What kind of food چه نوع غذایی did you eat. What kind of food did you eat چه نوع. What kind همون what type ها یعنی چه تایپی چه نوعی. What kind چه نوع غذایی. What kind of food چه نوع غذایی did you eat خوردی. بریم سراغ دبیرچی بعدی. Why did you go there چرا رفتی اونجا. Why did you go there چرا رفتی اونجا. Why did you do that چرا این کار رو انجام دادی. Why did you do that چرا این کار رو انجام دادی. Why did they fight me چرا اونا با من دعوا کردن، جنگ و دعوا کردن، بحث کردن. fight یعنی جنگیدن. اوکی. Why did you come here چرا اومدی اینجا. چرا اومدی اینجا. Why did you come here چرا اومدی اینجا. Why didn't حالا اینجا منفیه توجه کنید. ما اینجا حالا جمله‌مون با دبلش گذاشته منفی مثلا میخوام استفاده کنیم، میام از didn't به جای did استفاده میکنم. Why didn't you help me with homework چرا تو بحث تکالیف بهم کمک نکردی. کمک نکردی ببین منفی دیگه didn't آوردیم. Why didn't you help me with homework چرا تو بحث تکالیف کمکم نکردی. Why didn't you do military service یعنی do military service یعنی خدمت سربازی انجام دادن. میگه چرا خدمت سربازی انجام ندادی. یا بهتره بگیم چرا خدمت نرفتی. خودمون این شکلی میگیم دیگه. اونا میگن انجام دادن، ما میگیم رفتن به خدمت سربازی. Why didn't you do military service چرا خدمت نرفتی. Why did you go to the downtown downtown همون سیتی سنتر یا مرکز شهره. چرا رفتی مرکز شهر. Why didn't you باز اینجا منفی شده چون didn't اومده توجه کنید. Why didn't you say hello to my friend میگه چرا سلام نکردی به دوستم. چرا به دوستم سلام نکردی. say hello یعنی سلام کردن. بریم سراغ بعدی. When did you go to your grandpa's house for the last time when یعنی چه موقع کی. When did you go to your grandpa's house هم یعنی خونه با بزرگ. Your grandpa's house یعنی خونه با بزرگت. میگه برای آخرین بار کی رفتی خونه با بزرگت. برای آخرین بار for the last time یعنی برای آخرین بار. حالا for the first time هم یعنی برای اولین بار که بحثشو داریم حالا تو جملات بعدی. When did you go to your grandpa's house for the last time کی رفتی خونه با بزرگت برای آخرین بار. When حالا که میتونیم what time هم استفاده کنیم به جاش. what time هم یعنی چه تایمی. اوکی. When یا what time کی چه تایمی. When did you come here کی اومدی اینجا. What time did you come here کی اومدی اینجا چه تایمی اومدی اینجا. When did they eat fast food میگه کی اونا فست فود خوردن. When did you go to the stadium for the first time یا for the first time میگه برای اولین بار کی رفتید استادیوم شما برای اولین بار کی رفتید استادیوم. When did you build your house میگه کی خونتون رو ساختین. بریم سراغ دبیرچی بعدی. Where یعنی کجا. Where did you go یعنی کجا رفتی. یه نفر مثلا یا غیبش میزنه بعد ازش میپرسین Where did you go کجا رفتی. Where did I have to go کجا باید برم. Where did I have to go have to یعنی باید دیگه. Where did I have to go کجا باید برم. Where did you have a party حالا پارتی من ایشو جا گذاشتم تو بحث نوشتار و رایتینگ. Where did you have a party میگه کجا پارتی داشتید. پارتی همون مهمونی منظورشه. Where did they do their homework کجا اونا تکالیفشون رو انجام دادن. Where did they do their homework کجا اونا تکالیفشون رو انجام دادن. حالا بریم بحث
فعل بی یا بودن که زمان گذشتهش میشه where. میگه where were you؟ کجا بودی؟ where were we؟ کجا بودیم؟ مثلا من دارم تدریس میکنم، من این کجا بودیم؟ کدوم قسمتش بودیم؟ where were we؟ کجا بودیم؟ بریم سراغ دبیرش بعدی. which one did you، با which که یعنی کدوم، which one did you choose؟ کدوم یکی رو انتخاب کردی؟ کدوم یکی رو انتخاب کردی؟ which country did you like؟ کدوم کشور رو دوست داشتی؟ دوست داشتی، نگفتم دوست داری، این گذشته است. did you like؟ کدوم کشور رو ازش خوشت اومده؟ اوکی. which city was the biggest؟ میگه کدوم کشور بزرگترین بود؟ ببخشید کدوم شهر بزرگترین بود؟ was گذشته فعل بی هستش و مفرد که بوده یک شهر رو که مد نظرشون بوده از was استفاده کردن. which city یا which city چه شهری یا کدوم شهر was بود the biggest بزرگترین؟ کدوم شهر بزرگترین بود؟ بریم سراغ how. چطور، چگونه. how did you understand؟ چطور فهمیدی؟ چطور متوجه شدی؟ چطور فهمیدی؟ how did you understand؟ how did you make it؟ how did you make it؟ چطور ساختیش، درستش کردی؟ چطور درستش کردی؟ how did you make it؟ how did you like her؟ ببینید تو زبان انگلیسی نمیان بگن چقدر دوستش داری، میگن چطور یا چگونه دوستش داری. اونا به این شکل میگن، از how استفاده میکنن. how did you like her؟ چقدر دوستش داشتی؟ how did you come here؟ چطور اومدی اینجا؟ how did you come here؟ چطور اومدی اینجا؟ how did you go abroad؟ how did you go abroad؟ چطور رفتی خارج؟ how did you go abroad؟ چطور رفتی خارج؟ how did you build your house؟ چطور خونتو ساختی؟ چطور خونتو ساختی؟ خب یه بحث دیگه که هست که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، حال ساده فعل بی، زمان حال ساده فعل بی میشه اما ایزو آر، و گذشته، زمان گذشته ساده فعل بی میشه was و were. was برای فاعل های مفرد و were برای